باطلبازا خود شیطانن، مثل کژدم مارن. یک بار پدرکش نزن، از 7 محل بیزارن. واقعا برادران و خواهران من، اونایی که در پشت اکران 2 نفر احمق هستن و میشینن و بعدا اکه و دو رو پدرش کنین، من پدر کزنین و غیر و هکذا با مثال همین سخن ها میکنند و بعدا شما اون رزق روزی که با عرق جبین کار میکنین و در راه حرام اسراف میکنین، کمک عقل خودتان کار فرمایین که شما چی کار میکنین. الله سبحانه و تعالی از هر ذره رزقی که به بنده اش داد، برای اونی که بنده مسلمان ما همه شما و روزی به محشر باوری داریم، ایمان داریم، اعتقاد داریم که روزی محشر میاد ما برای هر عمل جواب خواهیم داد. پس دوستان من، پیش از اونی که اون رزق روزی خودتان در راه حرام، در راه قمار صرف کردن، همون 1 درهم اگر از شما زیادتی کرد به یک بیمار برین خیر کنین، به یک همسایتان خیر کنین، در نامه اعمالتان 1 ثواب است و بارک الله فیک. اما دوستان من، از این باطل، از این قماربازی پلیدی که دشمن دینی مبون اسلام برداشت و اکنون شما رو با دستگیری دارین، او هموطنم باینتا، این هموطن دستگیری نه، دستگیری در دوزخ، پریما دوزخ رفتین همگی درا. دوستان، به هر ذره اون سومی زیادتی که ما و شما داریم هستند هموطنایی که به همون زارن. این اخلاقانی که در پشت اکران میشنن به ما را کمک کنن، پدر کزن و غیر و کذا، اونا کسب و کار دارند، رزق روزی دارند. خودتان احمق نکنین، رزق روزی خودتان بیهوده اسراف نکنین. الله نگهبانی همه شما باشد. اگر در وقت نوار یگان سخنی دقیق گفته باشم، الله سبحانه و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شما عذر زیاد. الله نگهبانی همه شما.